بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه ورزش سیما سلام عرض می‌کنم. از محل سالن زنده یاد محمود مشهون دیدار چهارم دو تیم بسکتبال طبیعت تهران و شهرداری گرگان رو انتخاب کردیم که تقدیم حضورتون می‌کنیم. اجازه بدید به رسم دیدارهای گذشته ابتدا داوران، آنگاه مربیان و سپس بازیکنان دو تیم رو به حضورتون معرفی و سپس به گزارش دیدار بپردازم، با این امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اما اجازه بدید قبل از شروع گزارش به این نکته اشاره داشته باشم: اسامی داوران این دیدار آقایان قنبری، فتحی و محمودی رو بر روی گیرنده‌های تلویزیونی خودتون ملاحظه فرمودید. چهره صادق قنبری و بازیکنان به مرکز زمین آمدن تا بازی رو شروع کنن. من پیشتر سال روز شهادت جواد الائمه امام نهم شیعیان رو به حضور یکایک شما هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض کنم. اما 5 بازیکن استارتر تیم بسکتبال گرگان رو هم در گیرنده‌های تلویزیونیتون ملاحظه می‌فرمایید. 5 مرد آغاز کننده یا استارتینگ لاین اپس. خب این لحظه بازی آغاز میشه، ضمن اینکه در زیرنویس 5 بازیکن استارتر و شروع کننده بازی برای تیم طبیعت تهران رو هم ملاحظه فرمودید. صمیمانه تشکر میکنم از کلیه همکارانم در واحد گرافیک که تلاش میکنن تا آخرین قسمت‌های فنی بازی بسکتبال امروز تقدیم حضورتون بشه. ناظر فنی این دیدار آقای پیام سیفیزاده از داوران اسبق فیبا و به عبارت فیبا ریفری هستند که 56 اولین گل بازی رو به ثمر میرسونه. حالا همه چیز برای انجام یک بازی جذاب و دیدنی فراهم هست. کاپیتان پرتلاش تیم بسکتبال طبیعت سعید داورپناه رو یک لحظه ملاحظه فرمودید. کاپیتانی تیم بسکتبال شهرداری گرگان هم به عهده ارسلان کاظمی هست. 8 دقیقه و 51 ثانیه به پایان کوارتر اول زمان باقی است. پرتاب 3 امتیازی موفق حساب کار رو 3-2 تغییر میده. ویلچری صاحب توپ دریبل میزنه در منطقه راست زمین، مبادرت به پرتاب 3 امتیازی میکنه. پرتابش گل نیست، اما سالار منجی توپ رو باز پس میگیره و توپ رو در اختیار سینا واحدی قرار میده. سینا واحدی به همتیمی خودش، باز هم ویلچری، پرتاب او گل میشه. ویلچری رو با پیراهن شماره 29 سفید در زمین ملاحظه میفرمایید. مثل سایه تعقیب میکنن پرتابگر قهار تیم بسکتبال طبیعت رو. پرتاب طبیعت حاصلی در بر نداره. 5-3 برتری از آن شهرداری گرگان هست. ویلیام چری در منطقه پینت، یک پرتاب مید رنج و پرتابی که درون سبد قرار میگیره. 7-3 نتیجه برتری شهرداری گرگان رو در همین دقایق آغازین بازی معرفی میکنه. امیرعلی قلیزاده مأمور هست که جردن استیونز رو مثل سایه تعقیب کنه. این جردن استیونز هست، همون بازیکنی که پرتاب‌های دقیق و بسیار قدرتمند او زبانزد اهالی لیگ 25م هست. ویلیام چری صاحب توپه، اقدام به پرتاب میکنه.
پرتابش گل نیست. یک ریباند خوب توسط بازیکنان طبیعت و باز هم جوردن استیونز با کراس اوور. حالا یک این ان آوت بیهایند بک و به عمق میره. بازی با یه تمام. چقدر خوب بازی میکنه جوردن استیونز. به شدت از جانب تماشاچی حاضر در سالن مورد تشویق قرار میگیره و حساب کار 7-5 کماکان برتری 2 امتیازی برای شهرداری گرگان مهیاست. پرتاب 3 امتیازی. پرتاب سینا واحدی هم گل میشه. ده 5 کاپیتان سعید داورپناه. حالا باز هم جوردن استیونز صاحب توپه. یک استبک به عمق میره و با خطا متوقف میشه. علاقه‌مندان به بسکتبال استحضار دارند که از ساعت 4 صبح امروز اولین دیدار فینال 78مین دوره رقابت‌های اتحادیه ملی بسکتبال NBA هم آغاز شد. امروز در اولین دیدار این تیم بسکتبال باستون سلتیکس بود که دالاس رو در هم کوبید و 1-0 پیش افتاد. 10-7 طبیعت اسلام شهر. عذرخواهی میکنم 10-7 شهرداری گرگان از طبیعت اسلام شهر پیش هست. یک والیبالی و دومین والیبالی یا تیپ این درون سبد قرار میگیره. زننده گل کسی جز امیرعلی قلیزاده نبود. 12-7 سعید داورپناه توپو در اختیار نیکولا دراگوویچ گذاشت. یک توپ روی عالی. حالا به سمت سبد میرن و با خطا روبرو میشن. عجیب بود که نتونست توپ خودش رو درون سبد جایی بده. ویلیام چری. ملاحظه بفرمایید این ویلیام چری هست. تشکر میکنم از همکاران محترمم در قسمت تصویربرداری که حرکات بازیکنان رو که مد نظر هست دوباره و چند باره به نمایش میگذارن. ویلیام چری ارتباط اولش رو درون سبد قرار میده. سید مصطفی هاشمی مربی با کوله‌باری پر از تجربه، در مقابل او مهران شاهین‌طبع، او هم از مربیان سرشناس بسکتبال کشورمون هست که در سالیانی پر از تجربه در معیت تیم طبیعت اسلام شهر هست. جالبی که خدمت شما بینندگان عزیز علاقمندان به بسکتبال عرض کنم که هر دو بازیکن که در روزهای گذشته نه چندان دور یار تیم‌های ملی بسکتبالمون بودن، یعنی مصطفی هاشمی و مهران شاهین‌طبع، هر دو از بازیکنان موسوم به پست پلیر بودن و در منطقه پینت برای تیم ملی بسکتبال کشورمون سالها زحمت کشیدن. چهره مهران شاهین‌طبع رو یک لحظه ملاحظه فرمودید. پرتاب‌های سینا واحدی رو ملاحظه فرمودید. حساب کار 15-7 در زمان 4 دقیقه و 54 ثانیه به پایان کوارتر اول برتری از آن سفید پوشان گرگانی هست. پرتاب 3 امتیازی. چقدر عالی کار کرد جوردن استیونز. 15-10 و باز هم یک پرتاب 3 امتیازی دیگه. سینا واحدی او هم به شان جوردن استیونز زیبا پرتاب کرد.
و باز هم پرتابی دیگر. عجب بازی زیبا و تماشایی رو علاقه‌مندان به بسکتبال در سالن زنده یاد محمود مشهون از نزدیک شاهد هستند. باز هم پرتاب سه امتیازی. این پرتاب دیگر گل نیست. 20-13 سالار منچی. سینا واحدی دریبل میزنه. حالا یک پاس خوب در منطقه پینت. امیرعلی قلیزاده پرتابش گل نیست. از روی سبد فرو غلطید به پایین و حلقه نامهربانی کرد در حقیقت با امیرعلی قلیزاده. 3 دقیقه و 30 ثانیه. مصطفی هاشمی از کنار زمین با بازیکنان خودش صحبت میکنه. چهره داوران این دیدار رو ملاحظه میفرمایید و چهره مهران شاهین‌طبع که در کنار خط طولی بازیکنان رو نگاه میکنه. سعید داورپناه پرتابش گل میشه. عجب عالی پرتاب کرد داورپناه. و پرتابی دیگر از جانب ویلیام چری که حاصلی رو در بر نداره. 20-16 و 2 امتیاز دیگه برای جردن استیونز. اومده تا دست به آتش بازی بزنه و تا اینجا موفق بوده. اگر همکارانم در قسمت آمار این بازی رو در انتهای کوارتر به من بدن، خدمتتون خواهم گفت که چند امتیاز از امتیازات گرفته شده برای طبیعت اسلام شهر رو جردن استیونز به دست آورده. در زیر سبد یک اسلام که قدرتی و دلاور خوزستانی تیم بسکتبال شهرداری گرگان و این هم یک پرتاب عالی. چقدر خوب پرتاب میکنه سعید داورپناه. سعید هم از بازیکنان زحمتکش بسکتبال کشورمون بوده و هست. در سالیان نه چندان دور در معیت تیم‌های ملی برای تیم ملی بسکتبالمون زحمت کشیده. 1 دقیقه و 49 ثانیه 48 ثانیه و در عمق زمین گرگان یک علی اوپ پس و علی اوپ دانکی که حسن علی اکبری با زیبایی تمام حالا برای اولین بار پیش میافتن از شهرداری گرگان. 23-22 طبیعت اسلام شهر. عجب پاسی ساخته و پرداخته شد. این لحظه مربوط به اسلام دانک سالار منجی بود. اگر همکارانم قسمت علی او پس رو که به دانک حسن علی اکبری انجامید رو اون رو هم مجددا به نمایش بگذارن، بله اینجاست. عجب پاسی رو داد جردن استیونز. تشکر میکنم از همکارانم در قسمت تصویر برداران. بسیار زیبا و در خور تحسین. 1 دقیقه و 24 ثانیه. سالار بسکتبال رو در خوزستان، استانی که به معرفی قهرمانان زبده معروفیت داره، در اونجا بسکتبال رو یاد گرفته. حالا در بهترین سالهای بازیگریش در خدمت تیم بسکتبال شهرداری گرگان هست. پرتاباش از دست میره. طبیعت اسلام شهر کماکان 1 امتیاز از شهرداری گرگان پیش هست. 1 این ان آوت
و استبک و پرتاب موفق. عالی کار میکنه جردن استیونز. 26-22. حقیقتا جای تک تک شما هموطنان عزیزم در اقصا نقاط میهن پهناورمون در این روز و در این بازی در سالن زنده یاد محمود مشهون خالیه. با بازگشت بازیکنان به زمین تا لحظات دیگر بازی پیگیری میشه. 56 ثانیه و 8 دهم ثانیه از کوارتر اول زمان باقی است. توپ در اختیار شهرداری گرگان هست. سینا واحدی خودش مجدداً و پرتابش گل میشه. 26-25 و اینم یک پوتبک زیبا. چقدر مقتدرانه و قوی ظاهر شد حسن علی اکبری. 28-25 کار او در خور تحسین بود و پرتابی که از دست میره تا مجدداً در یک ضد حمله تند و تیز. این طبیعت اسلام شهر هست که 30مین امتیاز رو هم کسب میکنه. 30-24. سه ثانیه 2 ثانیه و اینجا با صدای آژیر اسکوربورد و اعلام نتیجه 30-24 کوارتر اول با برتری تیم طبیعت اسلام شهر به پایان میرسه. 2 دقیقه زمان برای تجدید قوا و تغییرات احتمالی در ارنج در اختیار مربیان هست. در پایان 2 دقیقه مجددا در خدمت شما کوارتر دوم رو خواهیم بود. Pop out after pick and roll. Pop out. After you pass for him, roll. Pop out and the ball reversal side and roll to the rim. Hey, this is the man-to-man goal for 5. Yes, sir. Yes, sir. Very good condition.
از این لحظه کوارتر دوم دیدار ما بین دو تیم بسکتبال طبیعت اسلام شهر و شهرداری گرگان رو از محل سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشون تقدیم حضورتون میکنیم. در همین ابتدای کار یک توپ‌ربایی توسط گرگانی ها توپو در اختیار این تیم قرار داد در زیر سبد و خطایی که ملاحظه فرمودید. اما اجازه بدید خدمتون عرض کرده بودم که اگر ورقه آمار کوارتر اول در اختیارم قرار بگیره به شما خواهم گفت که در کوارتر اول بیشترین امتیاز رو کسی جز جردن استیونز کسب نکرد. 18 امتیاز از 30 امتیاز تیم بسکتبال طبیعت اسلام شهر رو جردن استیونز آورد. در آن سو 10 امتیاز برای سینا واحدی که او پرثمرترین بازیکن میدان بود. نکات دیگری رو هم خدمتون ارائه خواهم کرد. اجازه بدید به گزارش دیدار بپردازم. جایی که توپ در اختیار جردن استیونز هست. طبیعت اسلام شهر صاحب توپه. پرتاب منطقه‌ای و موفق حسن علی اکبری دو امتیاز دیگر رو برای طبیعتی‌ها به ارمغان میاره. خوب کار کرده حسن علی اکبری. یک پرتاب سه امتیازی موفق امیرحسین آذری نتیجه رو 28-32 تغییر میده. کماکان برتری از آن طبیعت اسلام شهر هست. حرکات فریبنده و بسیار جالب جردن استیونز باز هم منتج به کسب امتیاز میشه. 34-28 اختلاف امتیاز 6 امتیاز. توپشو میگیرن ازش. توپ سالار منجی رو. دقایقی است که اسلام شهری ها حاکم بر توپ و میدان هستند. چقدر زیبا توپ ربایی کرد آرمان زنگنه. مجدداً طبیعت اسلام شهر با دستان جردن استیونز. پرتاب سه امتیاز او این بار هم به بار می نشینه و به تنهایی یک تیمه و به طور قطع و یقین دستور تاکتیکی مهران شاهین‌تب این میتونه باشه که توپ رو به دستان جردن استیونز بسپارید. باز هم توپ در اختیار جردن استیونز هست. باز هم جردن استیونز. یک توپ ربایی از شهرداری گرگان و 2 امتیاز توسط ویلیام چری. 37-33. مصطفی هاشمی آروم و قرار نداره در کنار خط طولی بین بازیکنان بازی میکنه. 37-33 برتاب سه امتیازی ناموفق و این بار شهرداری گرگان و دستان ویلیام چری دریبل میزنه، به عمق میره، با خطا متوقف میشه. این ویلیام چری هست که نزد گرگانی ها محبوبیت خاصی داره. سعید داورپناه هم به جمع طبیعتی ها اضافه میشه. با بازیکنان صحبت میکنه. پرتاب ویلیام چری از دست میره و این عجیبه که یک بازیکن حرفه‌ای
در منطقه پشت خط پرتاب آزاد پنالتی خودش رو در این بازی حساس از دست بده. پرتاب دوم او به بار می نشینه. اختلاف 3 امتیاز، 37-34 و باز هم جردن استیونز پرتابش گل میشه. سی 34 به شدت تماشاچی حاضر در سالن جردن استیونز رو مورد تشویق قرار میده. سعید داورپنا، باز هم جردن استیونز، حالا ویلیام چری از اون مراقبت میکنه. سعید داورپنا ثابت توپه، دریبل میزنه، یک پاس به منطقه پشت قوس 3 امتیازی، پرتاب بی نتیجه توسط آرمان زنگنه و اجازه بدید ببینیم داوران قضاوتشون چی هست. حسن علی اکبری از بازی خارج میشه. چهره صادق قنبری، یکی از داوران الیت بسکتبال کشورمون، داوران ممتازی که در پهنه آسیا خوبی رو از بودید. 39-34 پرتاب 3 امتیازی سعید داورپنا هم حالا گل میشه. 42-34 در زیر سبد و باز هم یک خطای دیگه. پرتاب نخست سالار منجی از دست رفت. دومین پرتاب سالار منجی به طرزی که ملاحظه فرمودید گل شد و 35مین امتیاز هم برای گرگانی ها منظور میشه. 35-42 در زیر سبد، یک کار ارزشمند از آرمان زنگنه با استفاده از تکنیک خوب خودش 2 امتیاز در زیر سبد به دست آورد. و اینم 2 امتیاز دیگه برای جوان اول بسکتبال گرگان، سینا واحدی که در بازی‌های واصل هم خوش درخشید. ارسلان کاظمی، ویلیام چری پرتابش گل نیست. یک ریباند خوب در زیر سبد و خطایی که سالار منجی رو نقش بر زمین میکنه. پرتاب ویلیام چری هست. این هم خطایی که آرمان زنگنه مرتکب میشه تا 2 پرتاب آزاد برای این بازیکن. یعنی سنتر تیم بسکتبال شهرداری گرگان سالار منجی. خب داورا رو میارن به IRS. مسئول IRS این دیدار هم علی نقیعی هست که در کنار دستگاه حضور داره و حالا داوران اعلام میکنن که خطای
غیر ورزشی صورت گرفته و سالار منجی رو هم به پشت خط پرتاب آزاد راهنمایی میکنن. پرتاب اولش گل میشه. پرتاب دوم او به طرزی که ملاحظه فرمودید از دست میره. مصطفی هاشمی در کنار زمین با اونها صحبت میکنه. سینا واحدی و این لحظه حالا بازی رو به جریان می‌ذاره. سینا واحدی صاحب توپه. 4 دقیقه و 53 ثانیه. مجددا سینا واحدی پرتاب 3 امتیازی موفق. امیرحسین آذری حساب کار 41-44 تغییر میده. 4 دقیقه و 38 ثانیه 37 ثانیه و در این سوی میدان پرتاب سعید داورپناه. سعید داورپناه هم ثابت میکنه که چیزی کمتر از جردن استیونز نداره و پرتاب خوبی رو به مورد اجرا گذاشت. در دقایق گذشته 2 پرتاب 3 امتیازی او رو شاهد بودیم. حالا فقط جردن استیونز نیست که پرتاب 3 امتیازی رو انجام میده. یک پاس در منطقه پینت که شرطیل گرگان با موفقیت توبروبایی میکنه در زیر سبد سالار منجی و حالا در اقدام دوباره توپش درون سبد جای میده. منجی اگر این پرتابش رو هم درون سبد قرار بده در این فاز بازی 3 امتیاز رو کسب کرده. محمد غفاری به زمین میاد تا دقایق چند محمد شهریان به روی نیمکت ذخیره بره. در این سوی میدان سالار منجی پرتابش از دست میده. 43-47 اختلاف 4 امتیاز. جردن استیونز پرتاب 3 امتیازی ناموفق توپ در اختیار سفیدپوشان گرگان قرار میده. ویلیام چری پرتابش گل نیست و توپ روانه اوت میشه. هفت 43 3 دقیقه و 15 ثانیه. یک پاس عالی از جردن استیونز به طبیعتی‌ها. پرتاب 3 امتیازی از راه دور و پرتابی که حاصلی در بر نداره، اما آرمان زنگنه به خوبی توپ رو جمع کرد. یک اشتباه و مجددا گرگانی ها صاحب توپ شدن. چهل و 43 حرکت آهسته دوربین و لحظه وقوع خطا رو یک بار دیگر با هم دیدیم. یک لحظه مهران شاهین‌طبع از کنار زمین با بازیکنان صحبت میکنه. مصطفی هاشمی هم در این سوی میدان
مترصد ادامه بازی هست. مهران شاهین‌طبع اصرار داره که داوران با دقت بیشتری قضاوت کنند و با اونها صحبت میکنه. رامین فتحی هم با شاهین‌طبع صحبت کرد. ویلیام چری پرتاب اول خودش رو درون سبد جای میده. 47-44. و دومین پرتاب هم به ثمر میرسه. 47-45. 2 دقیقه و 46 ثانیه و مجددا پرتاب 3 امتیازی بی حاصل که شهرداری گرگان صاحب توپ میکنه. با سرعت به زمین طبیعت اسلام شهر میان. ویلیام چری توپو به آذری میسپاره. او به ویلیام چری. مجددا ارسلان کاظمی به ویلیام چری. یک فلوتر ناقص که توپو در اختیار طبیعت اسلام شهر قرار میده. سعید داورپناه صاحب توپه، دریبل میکنه. حالا یار مستقیم او رضایی، عذرخواهی میکنم، مبین شیخی بود که چهره او رو بر روی گیرنده های تلویزیونتون ملاحظه فرمودید، اما خطا کننده کسی جز رضایی نبود. درخواست زمان خارج از بازی، بازیکنان رو به کنار خط طولی میبره تا در کنار زمین مربی‌ها با اونها صحبت کنن. Okay, set the back screen for Arman. Arman goes, set a screen for Saeed. Pass Saeed. If not, pass Arman. Hand off. Okay, okay. Okay, understand what I mean? اینو بیاین بالا. اینو بیاین بالا. هر کی از این برس نفر دوم بره این بر. چون این با این میخواد بیاد بالا. سه تاشه اینجوریش کنید. با بازگشت بازیکنان به زمین تا لحظات دیگر بازی پیگیری میشه. این لحظه توپ به میدان میاد. پرتاب 3 امتیازی و درخور تحسین کاپیتان سعید داورپناه امتیازات طبیعت اسلام شهر رو به 49 در مقابل 45 امتیاز گرگانی ها میرسونه. زیر سبد حمایت حلقه توسط ارسلان کاظمی، کاپیتان ارسلان کاظمی و سالار منجی 2 امتیاز دیگر رو برای شهرداری گرگان به ارمغان آورد. رامین فتحی در سوت خودش دمید و خطای بازیکن خاطی رو قبل از که اعلام بکنه با صادق قنبری همکار خودش صحبت میکنه. هر دو از داوران ممتاز بسکتبال کشورمون هستند. و مجددا
نیاز به IRS و همکاری علی نقیعی، دو داور به سمت IRS میرن. علی نقیعی هم اونجا حضور داره و این بار کیوان محمودی، داوران الیت بسکتبال کشورمون، با صادق قنبری صحبت میکنه و حالا اعلام میشه که دو پرتاب آزاد میبایستی دستور کار قرار بگیره. پیام سیفی زاده هم با اونها صحبت میکنه. عرض کردم آقای سیفی زاده در روزگاری نه چندان دور خودش در زمره داوران بین المللی بسکتبال کشورمون بوده و حالا به عنوان ناظر فنی این دیدار حضور داره. « 47-49 و به سالار مؤید 48مین امتیاز برای گرگانی هاست. جای طرفداران پرف و قرص گرگان در این دیدار و در دیدار گذشته حقیقتا خالی بوده و اگر در این بازی طبیعت اسلام شهر پیروز میدان معرفی بشه، بازی پنجم اون وقت در گرگان به میزبانی گرگانی ها برگزار خواهد شد. در زیر سبب یک کار قدرتی، سالار منجی 49-51 نتیجه رو به سود گرگان تغییر میده. 48 ثانیه 47 ثانیه و در زیر سبب چه فرصتی رو از دست دادن اسلام شهری ها. سی ثانیه به پایان نیمه نخست زمان باقی است. مابین شیخی در منطقه راست زمین زیر سبد و خطا. پنجاه و یک 49. زمان خارج از بازی تقاضا شده، بازیکنان به کنار خط طولی رفتن تا بعد از پایان وقت موسوم به تایم آوت به زمین برگردند. با بازگشت بازیکنان به زمین و اعلام دو پرتاب آزاد برای این چهره، امیر حسین آذری، بازیکنان خوب بسکتبال کشورمون، از دست
یک پرتاب آزاد دیگر میبایستی در تو قرار بگیره. بازیکنان کمی عجله کردن و قبل از اقدام به پرتاب دوم برای ریباند وارد پینت شدن. پرتاب دوم امیرحسین آذری هم حاصلی رو در بر نداره. 15 ثانیه 14 ثانیه و باز هم جردن استیونز صاحب توپه، دریبل میزنه، حرکات فریبنده او رو ملاحظه میفرمایید و عجیب بود که پرتاب او به ثمر نرسید. اینجا با صدای آژیر اسکوربورد کوارتر دوم به پایان میرسه. من موقتا از حضورتون خداحافظی میکنم. فرصت در اختیار همکارانم در پخش شبکه ورزش قرار میدم. انشالله در شروع کوارتر سوم در خدمت شما خواهم بود. نیمه نخست دیدار چهارم از فینال 25مین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه کشور امروز جمعه 18 خرداد ماه در محل سالن زنده یاد محمود مشهون برگزار شد. در نیمه نخست این شهرداری گرگان بود که 51-49 طبیعت اسلام شهر رو پشت سر گذاشت. آمار بسیار جالبی در نیمه اول رقم خورد که من فقط فرازی از اون رو خدمتون عرض میکنم. در نیمه نخست جردن استیونز 6 پرتاب 3 امتیازی رو به مورد اجرا گذاشته که 5 پرتاب اون درون سبد قرار گرفته. از 6 پرتاب 5 پرتاب موفق داشته و این مهم در نزد یکی دیگر از بازیکنان بسکتبال کشورمون سعید داورپناه نیز صادقه، به این صورت که او 5 پرتاب 3 امتیازی رو به مورد اجرا گذاشت و 4 پرتاب رو درون سبد قرار داد. آمار این دو کم نظیر نه بی نظیره و اجازه بدید از این لحظه من شما عزیزان رو در جریان کوارتر سوم قرار بدم. لحظاتی است که بازی شروع شده و جمعیت نسبتاً زیادی در سالن حضور یافتن. امروز و بازی گذشته رو طبیعت اسلام شهر میزبان بوده و اگر در این بازی طبیعت اسلام شهر موفق بشه که شهرداری گرگان رو مغلوب کنه، آن وقت بازی پنجم به میزبانی گرگانی ها در گرگان پایانی بخش رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه کشور خواهد بود. ضمن اینکه اگر امروز هم در پایان 2 کوارتر سوم و چهارم گرگانی ها پیروز میدان باشن، تکلیف جام امروز مشخص خواهد شد. در این فاصله صحبت می کردم با دوست و همکار عزیزم جناب آقای سلیمیان، رئیس محترم کمیته داوران فدراسیون بسکتبال. اظهار داشتن که مسابقات امسال سطح بسیار بالایی رو معرفی کرد و دلیلش هم حضور بازیکنان خارجی خوبی هست که در زمین و در میادین حضور داشتند و دارند. از قضاوت مسابقات راضی بودند و اصرار داشتند که کمترین اشتباهات رو در این دوره دارا بودند. 15 داور جوان به تعداد داوران مسابقات اضافه کردند و این بسیار مهمه به خاطر اینکه در فیبا داوران 50 ساله میبایستی بازنشسته اعلام بشن. دوست و همکار عزیزم اعلام میکنن که به علتی که ساعت شوت خراب شده موقتا بازی از حرکت متوقفه. امیدواریم که رفع نقص بشه و پس از رفع نقص ما بتونیم بازی رو خدمتون گزارش کنیم.
اما اطلاع دادن به من که مسابقه امروز به عنوان حمایت از پیشکسوتان با نام یک پیشکسوت دیگر نامگذاری شده. نامگذاری این مسابقه و این روز به نام دوست و همکار عزیزمون عنایت الله آتشی نامگذاری شده و امیدواریم که در پایان این مراسم بتونیم در خدمت جناب آقای عنایت الله آتشی باشیم. چهره پیشکسوتانی که در سالن حضور دارن و سالیان سال در عرصه رقابت‌های ملی و بین المللی زحمت کشیدن. مجید لاجوردی عزیز رو یک لحظه چهرهش رو در بین پیشکسوتان دیدم و در کنار او بهمن فرزانه. اگر یک بار دیگر همکاران من در قسمت تصویربرداری بخش پیشکسوتان رو به نمایش بگذارن تشکر میکنم. مجید لاجوردی با آن همه سابقه ملی، مجید کرمعلی ناظر، اینها آسیا رو در نوردیدن و سالها برای تیم ملی بسکتبال کشورمون زحمت کشیدن. قدرشون رو میدونیم و پاسدار زحماتشون هستیم. خب به نظر میاد که مشکل شات کلاک در حال رفع شدن هست. عرض میکردم که فریدون سلیمیان رئیس کمیته داوران و از همکاران فنی ما در قسمت بسکتبال اعلام کردن که 15 داور جوان رو به لیگ معرفی کردن. داوران جوانی که میتونن از سرمایه های آینده بسکتبال باشن. به هر حال با رفع مشکل شات کلاک از این لحظه بازی پیگیری میشه. 9 دقیقه و 19 ثانیه به پایان کوارتر سوم زمان باقی است و پرتاب در خور تحسین امیر حسین آذری. چقدر خوب پرتاب کرد. توپ مجدداً به سفیدپوشان گرگان میرسه. مجدداً مابین شیخی با یک فلوتر که فلوترش بی حاصل هست. باز هم عرض میکنم که در صورتی که تیم بسکتبال طبیعت اسلام شهر امروز موفق بشه که در این بازی پیروز میدان معرفی بشه، کار به بازی پنجم خواهد کشانیده شد و آخرین بازی یا بازی پنجم رو تیم بسکتبال شهرداری گرگان میزبان خواهد شد. اما اگه امروز گرگانی‌ها موفق بشن اسلام شهر رو مغلوب کنن، در پایان همین دیدار مقام نخست مسابقات به شهرداری گرگان تعلق میگیره. باز هم گرگان صاحب توپ میشه. کاپیتان گرگان ارسلان کاظمی به مبین شیخی. حالا امیر حسین آذری دریبل میکنه، به عمق میره، پاسش به بیرون برمیگرده. سالار منجی توپشو میگیرن ازش. تلاش برای گرفتن توپ و سعید داورپناه با اون تعصب مثال زدنیش شیرجه‌ای زد که ملاحظه بفرمایید اینجاست که برای تصاحب توپ چه تلاشی رو عرضه کرد. داورپناه امروز در میدان در زمره 3 بازیکن برتر تا این لحظه هست. جردن استیونز، سعید داورپناه و سینا واحدی 3 بازیکنی هستند که بیشتر از بقیه امتیاز کسب کردند.
جوردن استیونز صاحب توپه. حالا سعید داورپناه، پرتابش گل هست. چقدر عالی بازی میکنه سعید داورپناه. پنجاه و 54. عجب بازی شده این بازی. پرتاب رضایی هم حاصل در بند نداره. مجددا مبین شیخی حالا به عمق میره، یک پاس به بیرون و امیرحسین آذری. پرتاب آذری هم نتیجه رو نداره و یک حرکت تکنیکی از جوردن استیونز و خطایی که او با آن خطا متوقف شد. چهره جوردن استیونز آرام رو ملاحظه می‌فرمایید، با روحیه مثال زدنی بسیار آرام و مؤثر. این چهره الگوی بسیار خوبی برای نوجوانان و جوانان علاقمند به بسکتبال هست. سعید داورپناه، پرتاب 3 امتیازی موفق. شاید خوب پرتاب کرد آرمان زنگنه. 55-54. پرتاب زنگنه یک بار دیگر اسلام شهریار رو به پیش انداخت. پرتاب 3 امتیازی رضایی فر هم درون سبد قرار میگیره. 57-55. و پرتابی که با پوتبک حسن علی اکبری حساب کار به تساوی میرسه. چقدر عالی کار میکنن بازیکنان درون میدان. جای همه شما هموطنان عزیزم در اقصا نقاط میهن پهناورمون در سالن زندیات محمود مشهون حقیقتا خالیه. جوردن استیونز دریب میزنه. حالا قصد نفوذ داره و داور اعلام رأی میکنه. خطا بر روی او صورت گرفته. حق هم همین هست. تمام سالن استیونز میکنن. خوب داره بازی میکنه. جوردن استیونز صاحب توپه، میگیره توپشو. یک لحظه جوان اول بسکتبال کشورمون این چهره سینا واحدی، او هم پدیده برای خودش. 57-59 و پرتاب جوردن استیونز که حاصل رو در بر نداره. 5 دقیقه و 24 ثانیه. صادق قنبری با خوشرویی تمام با بازیکنان صحبت میکنه. این چهره یک داور الیت هست، یک داور خوب بین المللی که اخمار رو تو هم نمیکنه و با داوران با بازیکنان عذرخواهی میکنن، با خوشرویی برخورد میکنه. این هم چهره جوردن استیونز. 58-59. مترصد
انجام یک پرتاب هست. پرتابش رو درون سبد قرار میده و باز هم دو تیم در عدد 59 به تساوی میرسن. نوید رضایفر پرتاب 3 امتیازی سینا نتیجه‌ای نداره و این بار نوید اقدام به پرتاب میکنه. پرتاب نوید گل میشه. 61-59. و باز هم گورگانیو صاحب توپ میشن. یک ضد حمله تند و تیز، نفوذ به سمت سبد و توپ روانه اوت میشه. شاید به باور نیاد آمار 60% پرتاب 3 امتیازی در نیمه اول برای طبیعت اسلامشهر رقم خورد. 60% پرتاب 3 امتیازی نداشتیم و نداریم. این آمار برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان 42.9 بود که خود این آمار 42.9 هم آمار بالایی هست. جردن استیونز پرتابش گل هست. چقدر زیبا پرتاب میکنه. برابر 62. بازم جردن استیونز این بار هم پرتابش به بار میرسونه. اسلامشهر پیش میافته. 64-62. پرتاب 3 امتیازی موفق دیگه. این پرتاب بسیار خوبی بود که یاسین کلاسنگیانی به ثمر رسوند. بچه خوب گرگان و این هم 2 امتیاز دیگه برای ویلیام چری. 67-64. حالا گرگانی ها هم دست به آتش بازی میزنن. خوب کار کردن بازیکنان دو تیم. سعید داورپناه یک لحظه توپ از دستش جدا شد، ضد حمله و 2 امتیاز دیگه برای گرگان. خوشحالن گرگانی ها. بازگشت بازیکنان به زمین در لحظات دیگر بازی پیگیری خواهد شد. 2 دقیقه و 54 ثانیه به پایان کوارتر سوم بازی باقی مونده. در کوارتر سوم هستیم و بعد از این کوارتر هم 10 دقیقه کوارتر چهارم رو در خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنیم از پای گیرنده های خودتون جای دیگری نروید و با ما همراهی کنید تا مسابقه زیبا در بالاترین سطح بسکتبال کشورمون رو تقدیم حضورتون کنیم.
توپ در اختیار طبیعت اسلام شهر هست. یک پاس اشتباه توپو در اختیار شهرداری گرگان قرار میده. هنوز گرگان صاحب توپه. ویلیام چری میگیرن توپ یاسین گلاسنگیانی. عرض کردم که مسابقه امروز به نام پیشکسوت ارجمند عنایت الله آتشی نامگذاری شده. آتشی برای بسکتبال کشورمون زحمات زیادی رو کشیده و در سالن حضور داره و پرتاب 3 امتیازی عالی. چقدر خوب کار کرد آرمان زنگنه. 69 67. اسلامشهر 2 امتیاز از گرگان عقب تره و دفاع دیدنی از آرمان زنگنه. علاقمندان به بسکتبال استحضار دارن که این مسابقات در هر برهه‌ای با نام یک پیشکسوت نامگذاری شد. در اولین هفته نام دکتر سید حسین رضی زیبنده مسابقات بود و حالا در فاصله 11 دقیقه به پایان این مسابقه نام این مسابقه و بزرگ داشت و نکو داشته این دیدار به نام عنایت الله آتشی نامگذاری شده. یک توپ ربایی خوب و 2 امتیازی که کاپیتان ارسلان کاظمی با این قلدری به ثبت میرسونه. ارسلان هم در زمره بازیکنان تراز اول بسکتبالمون محسوب میشه که در آسیا هم خوش درخشیده. امروز صبح و در نخستین دیدار NBA فینال رقابت‌های 78مین دوره مسابقات از یک چهره آشنا در UCLA که در باستون هم بازی می‌کرده قدردانی شد. در این حال پرتاب فوق ستاره این دیدار رو ملاحظه فرمودید که 71-69 اختلاف 2 امتیاز. جردن استیونسی که همتا نداره. تا 6 ثانیه مهران شاهین‌طبع مبادرت به تعویض میکنه. متین جلالیان از بازیکنان شاخص و فنی بسکتبال کشورمون به زمین میاد. 17 ثانیه 16 ثانیه توپ در اختیار جردن استیونز هست. وقتو میگذرونه و قصد داره در آخرین لحظه اقدام به پرتاب بکنه. پرتابش از روی سبد فرو قلتید و اینجا با صدای آژیر اسکوبورد و اعلام نتیجه 71-69 کوارتر سوم هم با برتری شهرداری گرگان به پایان میرسه.
first offense, one down. Hey, the first offense, one down. Hey, look, listen. Sina. If Bravo is here, you do like this. You do like the same. You don't know. Try to ask the ball from inside, not outside. Okay, let him pass inside and inside. When you receive the ball inside and score. Okay, then one down. If not, Jay, get the ball. Jay, get the ball. Yeah. اجازه بدید من قبل از که بازی در کوارتر چهارم آغاز بشه به نکته اشاره داشته باشم که تا بدین جای کار از نظر افیشنسی یا کارایی تیم‌های بسکتبال طبیعت با کارایی 79 و شهرداری گرگان با افیشنسی یا کارایی 83 در کوارتر چهارم در مقابل هم قرار خواهند گرفت. در قسمت مربوط به امتیازگیری از روی نیمکت، امتیازآوران نیمکت برای شهرداری گرگان 24 امتیاز کسب کردند و بنچ پوینت تیم بسکتبال طبیعت 8 امتیاز هست. یک ضد حمله تند و تیز برای طبیعت اسلام شهر میخواست رقم بخوره. سعید داورپناه ترجیح داد بازی به ست بیانجامی که داور هم اعلام خطا میکنه و مالکیت توپ رو از اونها میگیره. اما آمار اشاره داره که 9 بار نتیجه تغییر کرده و 4 بار دو تیم در دقایق گذشته به تساوی رسیدن. در سکند چانس ها گرگان 17 در مقابل 7 برتر میدانه و در فست بریک پوینت ها 23 در مقابل 2 باز هم برتری از آن گرگانه. 2 امتیاز در زیر سبد با دوراندیشی ارسلان کاظمی رقم میخوره 73-69. اگر اسلام شهری ها قصد داشته باشن بازی رو به بازی پنجم بکشونن بایستی قدر این لحظات و این دقایق رو بیشتر بدونن. 73-69. مابین شیخی اقدام به پرتاب میکنه، پرتابش حاصلی رو نداره و توپ روانه اوت میشه. در طی روزهای گذشته نام استاد جلال امجد، استاد جلال شهمیرزادی، استاد مجید توفیق، استاد کاظم اشتری و بسیاری از پیشکسوتان در مسابقات درخشید. من در موقع مقتضی اسامی این عزیزان رو خدمتون یادآوری میکنم. اجازه بدید به گزارش بپردازم. جایی که شهرداری گرگان 73-69 پیش هست در زیر سبد سالار منجی موفق عمل نمیکنه. ویلیام چری پرتاب او بالاخره به ثمر میرسه. 75-69. پرتاب زیبا و درخور تحسین سعید داورپناه درون سبد قرار میگیره. همچنان مرد برتر میدان پس از جردن استیونز اوست. بسیار خوب عمل کرده. مابین شیخی پرتابش گل نیست، اما مجددا این سینا واحدیه که اقدام به پرتاب 3 امتیازی میکنه. پرتاب او هم نتیجه نداد. ببینیم جردن استیونز چه کار میکنه.
پرتاب داورپناه از روی سبد فرو میغلطه. عجیب بود که پرتاب او گل نشد. ویلیام چری او هم روز موفقی رو پشت سر نگذاشته. جوردن استیونز سالن رو یک لحظه منفجر کرد. عالی کار میکنه. ببینید تماشاچی حاضر در سالن برای او چه میکنن. پرتاباش وصف برانگیزه و پرتابی دیگر توسط مبین شیخی. 75-78 بازی به اوج هیجان خودش رسیده. و میرفت که ویلیام چری توپ ربایی کنه که یک لحظه بدشانسی مانع نتیجه گیری بود. خدمت آن دسته از بینندگان عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدن عرض سلام و ادب و احترام دارم. از محل سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی و سالن زنده یاد محمود مشحون دیدار چهارم دو تیم بسکتبال طبیعت اسلام شهر و تیم بسکتبال شهرداری گرگان رو به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون میکنیم. 49 روز به المپیک پاریس باقی مونده. در این حال در قسمت بانوان 50 روز دیگر بانوان برتر جهان در قسمت قهرمانی المپیک به میدان خواهند رفت. 17 روز به برگزاری مسابقات آسیا کاپ هست. شنبه آینده یعنی فردا تیم ملی بسکتبال دانشجویان ما عازم رقابت‌های جهانی چین خواهد شد. برای ملی پوشان بسکتبال 3x3 کشورمون آرزوی موفقیت داریم. تنور بسکتبال گرم 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 هست. بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی، دختران ما این لحظه در بیروت هستند. منتظر خبرهای خوشی از بانوان ما باشید. دختران ایران زمین شایسته هستند رفتن اونجا بازی‌های خوبی رو به نمایش بگذارن. از بازگشت از بیروت به طور قطع و یقین در چین شگفتی ساز خواهند شد. النی کاپوچیانی مربی یونانی الاصل تیم ملی بسکتبال کشورمون با تیم دختران بسکتبال ایران زمین همراهی داره و امروز در بیروت هستن. رفتن اونجا تا 3 مسابقه تدارکاتی برگزار کنن و به کشورمون برگردن، چند روزی در ایران باشن، برن برای قهرمانی آسیا. (75-78) داور اعلام خطای حمله میکنه. آفنسیو شارژ. این خطای حمله مالکیت رو از تیم طبیعت اسلام شهر میگیره و به شهرداری گرگان میده. هر کاری دو تیم میخوان بکنن باید تو این 5 دقیقه و 37 ثانیه انجام بدن. مهران شاهین‌تب در یک سمت و صحبت میکنه با داور. (75-78) و این بار ویلیام چری صاحب توپه. پرتاب 3 امتیازی. پرتاب گل نیست. در ریباند مجددا گرگانی ها صاحب توپ میشن.
ارسلان کاظمی به سینا واحدی. سینا واحدی هم با حرکات فریبنده خودش و این لحظه عجب پرتابی رو انجام میده. جوان اول بسکتبال کشورمون که در بازی‌های واصل هم خوش درخشید. اینم کار ارزشمنده. آرمان زنگنه، آرمان هم در این بازی خوش درخشید. همه بچه ها خوب بازی کرد. خارجی های دو تیم، ویلیام چری به اندازه روزهای خوبش نبود. بله خطای حمله و کاملا درست هست. کیوان محمودی داور الیت بسکتبال کشورمون اعلام خطا میکنه و به خوبی در شوت خودش دمید. عرض کردم در گفتگویی که با دوست و همکار عزیزمون جناب آقای فریدون سلیمیان داشتیم، از سازندگی صحبت کرد، از ساختن داوران جوانی که 15 نفر رو به تعداد داوران جوان اضافه کردن در این فصل و این دوره. 4 دقیقه و 14 ثانیه. هیجان به اوج خودش رسیده. یه بک اسکرین بذار برید کرنر. اون نمیبینه. این اومده بالا که اینو دینار میکنه شوت نکنه. بدونی که رو اسکرین نکنه یه بک اسکرین بذار. این بره تو کرنر برای شلیک کردن. هر کسی که توسعه چون این دوریش میاد بالاتر. یه بک اسکرین پشتش خالیه. بازم اینجا الان آقای کیسمی الان رمضونک رو ارسلان میره. تو باری جواب ارسلان. چرا با تحقیل میره؟ برگستن اون میره. ادامه شده. چهره نیکولا دراگوویچ و پرتاب او رو ملاحظه می‌فرمایید. پرتابش حاصلی رو نداره و 80-77 باقی میمونه. 4 دقیقه و 12 ثانیه به پایان این رقابت جذاب و دیدنی باقی مونده که توپ در اختیار سفیدپوشان شهرداری گرگان، مبین شیخی، ویلیام چری، مجددا مبین شیخی، حالا سینا واحدی یه خوبی رو انجام میدن. سینا اقدام به پرتاب میکنه، پرتابش گل نیست. یک ضد حمله تند و تیز. جوردن استیونز اسلامشهریا ثابت توپ کرد. همه نگاه ها متوجه این بازیکن هست. اقدام به پرتاب میکنه، پرتابش گل نیست. عجیب بود که این پرتاب گل نشد. 3 دقیقه و 23 ثانیه 22 ثانیه و در یک حمله
ترکیبی زیر سبد حمایت سالار منجی کسب 82مین امتیاز برای شهرداری گرگان بود. حالا نگاه ها به سمت این بازیکن هست. سعید داورپناه ادامه پرتاب میکنه، پرتابش گل هست. چند عالی کار کرد سعید. 80-82 2 دقیقه و 37 ثانیه. با تأنی و طمأنینه یک اشتباه خراب خواهد. اسلام شهریار صاحب توپ میشه. حالا نگاه ها همه به سمت این بازی کنه. یک پرتاب 3 امتیازی میتونه اسلام شهر رو بالاتر از گرگان قرار بده. پرتابش گل نیست در زیر سبد. یک کار قدرتی. چه کرد آرمان، عالی کار کرد. برابر 82 1 دقیقه و 45 ثانیه 43 ثانیه. ویلیام چری پرتاب 3 امتیازی ویلیام چری ایربال هست. عجیب بود این پرتاب از ویلیام چری. باز هم جردن استیونز. آرمان زنگنه، ویلیام چری سلوتر او به بار می‌نشینه. حالا پیش میافتن. چقدر خوب کار کردن اسلام شهریار. تمام سالن اونا رو تشویق می‌کنه. اینم خیلی عظیم تماشاچیان اسلام شهری که پشتیبان طبیعت هستند. 84-82 سید مصطفی هاشمی با بازیکنان خودش صحبت کرد. آخرین نصایح فنی رو به اونها ارائه داد. در آن سو مهران شاهین تب هم با همین تفکر در کنار زمین با بازیکنان صحبت کرد. 1 دقیقه و 17 ثانیه. معلوم نیست که کدوم تیم پیروز میشه. اگر گرگان پیروز بشه کار تمامه، اما اگه طبیعت اسلام شهر پیروز بشه کار به بازی 5م کشیده میشه. ویلیام چری پرتابش این بار هم گل نشد. عجب پرتاب‌هایی رو از دست داد. 55 ثانیه 54 ثانیه. اگر این پرتاب اونها گل بشه کار برای گرگانی ها سخت و دشوار میشه. پرتاب جردن استیونز بی حاصله. 40 ثانیه و خطای سعید داورپناه. خطای او کاملا استراتژیک بود. بهترین خطایی که میتونست انجام بده و بازی رو به کنار خط طولی ببره. 39 ثانیه وقت باقی مانده. 84-82 نتیجه تا این لحظه و تعویضی که انجام میده شاهین محمد شهریان رو
با آن همه تکنیک وارد زمین میکنه. در کنار زمین گفتگو و هیاهویی هست. ببینیم داوران چی تصمیم میگیرن. در یک سمت مهران شاهین‌طبع حضور داره و در سمت دیگر مصطفی هاشمی. عرض کردم هر دو از قهرمانان اسبق تیم‌های ملی بسکتبال کشورمون بودن و حالا در روزگار پر از تجربه مربیگری تیم‌هایی رو عهده‌دار هستن که تیم‌های اول و دوم بسکتبال کشورمون خواهند شد. صادق قنبری و در کنار او کیوان محمودی، داورانی که در زمره داوران الیت بسکتبالمون هستن و همینها هستن که در پهنه آسیا قضاوت‌های بسیار خوبی رو به مورد اجرا میگذارن. این صادق قنبریه. خطا و جهت بازی رو اعلام میکنه. قنبری با داورپنا صحبت میکنه. 82 84 39 ثانیه. نوید رضایی فرسا به توپه. دل شیر میخواد پرتاب کردن و نوید این کار رو انجام میده. پرتابش گل نیست. 24 ثانیه 23 ثانیه کافیه یه 24 ثانیه نگه دارن و 84 82 بازی رو ببرن و بازی به بازی پنجم کشیده بشه. نگه میدارن. سعید داورپنا 8 ثانیه 7 ثانیه و خطا. آهنگ اسلام شهر آهنگ پیروزیه. شک نکنید که اونها پیروز بازی شدن. 6 ثانیه زمان مونده. 2 امتیاز جلو هستن و به هم دیگه پیشتر و خیلی بیشتر تبریک میگن، اما هنوز بازی به اتمام نرسیده. زمان خارج از بازی و نه زمان استراحت. تایم آوت هیچ وقت معنی زمان استراحت نداده. در طول تاریخ این زمان استراحت نیست. تایم آوت هست. زمان خارج از بازی. همه سکتی هر کی میدازه ببین اینا همه میداد اکسان هم آمد کنید بازی انسانی نباد چه اینجا آرمانه سعید هم بیرون میندازه. اگر اومد اینجا میدی به آرمان باشه. بازیکنان به میدان باز میگردن. چهره ویلیام چری و مهران شاهین‌طبع رو دیدیم. 6 ثانیه به پایان بازی باقی مونده. توپ زمین میاد. حالا جردن استیونز و پرتاب عالی استیونز. یک بازر بیتر واقعی. 86 82. دیدار با پیروزی طبیعت اسلام شهر به پایان میرسه. من فرصت رو در اختیار همکارم قرار میدم. محمد رضا یکتا مرام در خدمت شما خواهد بود.